نزدیک 20 ساله که در ژاپن زندگی میکنم و از هر فرصتی استفاده کردم تا فرهنگ ایران رو به دوستای عزیز ژاپنیم بشناسونم و 5-6 سال هم بود که بی‌صبرانه منتظر بودم که غرفه ایران جایی داشته باشه در اکسپو ژاپن، ولی متاسفانه نداشت. اما غرفه آذربایجان بر پایه 7 پیکر اینجا داره خودنمایی میکنه و من خیلی خوشحالم. 7 طاق نورانی چون 7 نگین برش خورده از تاج تمدن جهانیان را به سفری خیال انگیز فرا می‌خوانند. سفری از شکوه طاق کسری در تیسفون تا موج‌های سیال مرکز حیدرعلیوف در باکو. نام این غرفه 7 پل برای پایداری است. طراحان خوش‌ذوق این شاهکار با الهام از 7 پیکر نظامی گنجوی، شاعر پارسیگوی دیار گنجه، 7 طاق را چون 7 پرده از داستان بهرام گور شاهزاده‌ای که به دیدار 7 بانوی دانا از 7 اقلیم دوردست می رود بنا نهادند. میان این طاق‌های با شکوه 7 تندیس از رقصندگان زن با لباسهایی از حریر تاریخ و حرکاتی از جنس باد داستان 7 پیکر را به زبانی جهانی ترسیم می کنند. این پیکره ها گویی روح نظامی گنجوی را در قالب هنر مجسمه سازی دمیده اند. هر کدام نمادی از فرهنگ این دیار، از موسیقی مقام تا رقص آتشین یا لی. و در این میان آذربایجان، سرزمینی که همواره گذرگاه تمدن‌ها بوده، امروز در اوساکا صلابت تاریخ و ظرافت مدرنیته را به رخ جهانیان می‌کشد. غرفه آذربایجان ما را دعوت می‌کند تا از دل میراث فرهنگی پلی بسازیم به سوی آینده‌ای سبز، پایدار و جهانی، آینده‌ای که در آن فرهنگ‌ها نه در جدایی که در همزیستی و گفتگوی خلاقانه معنا می‌یابد.